آقا سلام و خسته نباش. تایم F7 رو داریم. روی دنده میل سوپاپ خودش یه سوراخ داره، روی سرسیلند هم یه دونه داره که نگاه آچار رو ما انداختیم. من از این لوله رو بگیریم بر لوله خورت میره. نگاه این آچار رو باید روون بره بیاد. اینجوری باید روون بره بیاد. این مرم همونه. من از چراغ بگیر. آره این مرم همونه. این آچار رو باید روون بره بیاد. برای میلنگش هم اینجا چراغ بیار. حالا ما یه دونه سیخ انداختیم، جاش مشخصه که روی فراویل میخوره قفل میشه. برای میلنگ هم اینه. بعد برای تنظیم ساعت سفکانش هم چراغ بیار اینجا. روش فلش داره، نمیدونم معلومه یا نه. فلشش به سمت پایینه. اینو بعضی ها مندن برعکس میچرخونن. شما به سمت پایین میچرخونی، اونجا شاخص داره. شاخصه اومد روبرو اون شاخصی که باید بیاد سفتش میکنید. یا علی